نظر به دلیل خبری کنیم فوندامنتال رخصت امروز نداریم تا 21 اپریل. خبر خاص تو خبر مهمی که باشه نیست، فقط از نظر تکنیکال اگه سعی کنیم به نظر من امروز بازار مارکت سل است، چون در مارکت از لحاظ دیلی اگه سعی کنیم کندل روزانه ما خود این رقم از حالت دوجی است و در این مارکت هم سعی کنیم نقطه در نقطه لیکویدیتی که بودم مکمل گرفته. فقط از لحاظ دیدگاه دیلی من سلر هستم و در 4 روزه 4 ساعتم اگه بیاییم 4 ساعتم در زونی که میبینیم تو لیکویدیتی خاصه که باید در طرف بالا بره هست، خب مگم نخواد تای بالا وارد آماده بتونه، چون خیلی اگر حرکت شارپ داشتیم بای موضوع خاطر تای زونی که لیکویدیتی هست نشانی کرده بودم آماده و در زیر ما شما هم یک گپ بسیار قوی داریم هم لیکویدیتی داریم. از خاطر امروز هم دیدگاه مسئله است، اما نظر به چی فقط یکم باید بالا بره، چون در این حساب یکم که تا شاید تا این حساب تا های عذیبی های و برای یک شاد برزه یا اگر نامد این میزون 50% چون بریک کرده بالا رفته. در کل ما امروز سلر هستم و از طرف زمین یک ساعت هم اگر سعی کنیم مکمل زیر تمام لیکویدیتی ما شما مانده و دیگه در کل امروز من خود سلر هستم. همونطور در زون یک دقیقه ما فقط چون فاندامنتال امروز خبر نداریم یکم بازار ریسکی است، نمیفهم که چی گپ میشه، اما بازم ببینیم که مارکت چی میکنه. فقط میزونه که فعلا آمده اینی پول بخش اگر زی به بالا رفت خوب بایر میشم، اگر بالا نرفت من میزونه بریک کرد، چون در پایین ما شما یک ترند لاین لیکویدیتی هم داریم در این حسه خیلی یک ترند لاین لیکویدیتی بجور کرده و در این پایین هم مکمل لیکویدیتی هست. دیگه در کل من امروز سلر هستم و این موقعیت هم اگر سعی کنیم و شما موقعیت یک ایندی بسیار خوبش هم جور کرده، یک ایریا اگر من حیث اکیمولیشن بگیریم ایزون یه حرکت شارپ که فعلا کرده اکیمولیشن شاید یک منیپولیشن قوی طرف سل داشته باشیم با شما که تا اینی حسار باید بیای و لیکویدیتی هایی که دیجه هست تمامش چی کنه بریک بکنه. حداقل اگه تا ایجا را آماده نتانه یا پایینتر تا این حسار اگه آماده نتانه خوب باید تا این حسای 50% حضیره و یا تا این لو را باید بگیره و دوباره بریم طرف باید دیگه ببینیم که مارکت امروز چی میکنه. این خود نظر به تحلیل ما هست، تحلیل فاندامنتال در نداریم چون خبر نداریم. خودتان اکان تحلیل خاص اگه داریم بفرمایید که شریک بسازن که ما استاد تا ساعت 4 که خود کندل دیلی هم بسته شده بود. خب نظر بعضو من امروز سلر بودم، ولی کندل دیروز که نگاه میکنیم قیدی بای بسته شده و یکی هم نظر به این دی ویکلی که تا حالا با عنوان تاییدیه استفاده میکنیم و هم نشان دهنده سل بود. فکر میکنم مارکت شب هم سل بره هم بای بره. ساتر هم در ساخته بیشتر لینک های سل ما را قوی میسازن دیگر ببینیم که چی میشه. میبینی تریده؟ خیلی مقبول خیلی مقبول.
کجا دقیقاً اجمق اینه گل من میگم. استاب زد باز آمد. خب آفرین. ببینید ما ویک مستاب زد دیگه این آمد. نخ ما خب نبودی همینه در اول لایف نبودی نمیزونم اصلا شکی بودم گفتم اگه اینی های که در بالا هست اگه ایره بریک بکنه سلامه، اما اگه بریکش نکرد تست داد باز میریم با تل. نه در اینمی نایه من میکردیم یک قسم گرفتم نه که وقتی آمد اینی های بالا لیکویدیتی ها را گرفت، اینی کندل دوباره پس سل قوی بسته شد، کندل پایینی هم پایینتر از اینی لو بسته شد، پس این کانفرمیشن بود. من کندل والد شدم اما اون نمد استاپ زد دوباره پایین سل آمد. خیر گفت نیزه بزرگ داره گفتم بدیلی میبینیم ما شما بدیلی چی داریم. نظر به کندل دیروز دو جیب بسته شده و در گرده بلاک دیلی هم گیر کرده. توقع من این است که امروز ما سلر میباشیم، یعنی سل میگیرم به خاطر همین سناریویی که ما در ذهن خود دارم. پس ما یک چیز دیگر هم دیجا میبینیم تا فریم ما کم پایین‌تر کنم. توقع ما به مارکت همی است که مارکت همچنین یک کار بکنه. اگر پوزیشن بده اینی لیکویدیتی خود بگیره اینجا تاچ کنه و بریزه پایین و بالا از موشنو سلر میباشه. و یک چیزی کانفرمیشن بسیار بزرگی که ما شما همیشه در درس هم خواندیم و متوجه هستیم، اگه اینی گرفته نشه با سلر میباشیم در کلم. البته یعنی سناریو سل ما چی میباشه زیادتر میباشه که او را ما شما میتونیم از اینجا ببینیم. مثلا در اینجا اینی یک زون کاملا واضح برای ما شما کسایی که درسش خوانده. پس منتظر سل میباشیم، یا از اینجا به ما سل بده یا از اینجا. اگر باز اینجا بره از اینجا سل بده، یک سل بسیار منطقی، سل بسیار خوب بوده میتونه از این ناحیه یک بیشتر براتون نشان دادم. پس میبینیم مارکت چی میکنه، باز هر کس تحلیل و ترید خود گرفته ان شاء الله داخل شیرش میکنه. نظر به دیلی خود میبینیم مثل در تایم فریم دیلی در کیزون آمده در این موقعی که گذاشتیمش فعلا در این موقعیت آمده لیکویدیتی خود گرفتن دیگه. دقیقاً جایی که باید بره تا این ساحه که لیکویدیتی داشتیم خود رسانده و خیلی شارپ هم بالا آمده و در وسط هم یک فرفلی گپ اونجا کده کندل دیدی، چون لیکویدیتی در طرف بالا کده قدرت دیگه بالا نداره که بره و کندل هم که میبینید نظر به دیلی یکم چی هست چی میگن دیگه شیما نداره قدر که حرکت شارپ نداره که باید طرف بالا بره دیگه. خود از این نظر به دیلی نشان میده که مارکت امکان آمدن سلر داره. و در 4 ساعتم که میاییم در 4 ساعتم هم میرکم در زون 50% یک فرفلی گپ بسیار قوی داریم، لیکویدیتی طرف پایین داریم دیگه. در طرف بالا و در بلاک که در این ساحه بوده تاچ کرده و گرفتش. فقط ما منتظر هستم شاید اگر حرکت شارپ بزنه تا این های و باید لیکویدیتی خود بگیره دوباره بیایه. اگر این تمام نشد از همین زونی هم که فعلا طرف پایین رجک بخوره امکان زیادش هست، چون در این وسط ما یک فرفلی گپ داشتیم را چی کرد اینورت کرد را به طرف بالا. در تایم سیشن لندن در اینی ایسا یک فرفلی گپ داشتیم ایره گرفت و رفت بالا که اینورتش کردن. انشاءالله ما که طرف از میبینم شاید طرف پایین بیاید دیگه. در تایم فریم کوچک هم وقتی که میریم نظر به دیلی در ایسا در تایم فریم 15 دقیقه یک فرفلی گپ داریم که دین روز دی تایم گرفته بودش اما مکمل نگرفته بود، امروز مکمل گرفتش و کاملا بستش کرده دیگه. در پایین هم یک لیکویدیتی داریم که انتمال لیکویدیتی است و در پایین هم یک رقم اوردر بلاک داریم که بیشتر ما سلر هستیم زمین دیدگاه و تایم فریم کوچک دیگه. در کل امروز سلر هستیم. بفرمایید استاد خود در تایم فریم دیلی که بود در این قسمت اوردر بلاکی که داشتیم، چون کندل دیروز کندل دیلی ما دو جی بسته شد و این قسمت اوردر بلاک داشتیم، من احتمال میدم تا اینایی که فلش زدم اول که تایم فریم دیلی چک کردم گفتم تا این احتمالاً بیایه بعد از اون مارکت سل بره. پوزیشن ما نزدیک پورتیفی شدن است. نزدیکی است یک پوزیشن خواب هستم. این پوزیشن دیگه
میشه تیپی میشه.